آقا درود بر شما، چطورید؟ من آتیلا تلدر هستم. من تلدر هستم، تلدریسیر، که اومدم امروز یه سازه در ماینکرافت شما آموزش بدم که خیلی چیز جالبیه. این سازه چجوریه؟ سوال خوبیه. اینجوریه که من حالا به نظر من بهترین اسم همون چراغ اتوماتیک، لامپ اتوماتیک یا لامپ سنسوردار، که وقتی از بغلش رد میشین اون به مدت مثلا 3 ثانیه روشن میشه تا راه به شما نشون بده و خاموش میشه. خب که خیلی سازه جالبیه. حتما ویدیو رو تا آخر ببینین اگه میخواین همچین سازه زیبایی داشته باشی. حتما تا این ویدیو من همراه باش. پس بزن بریم دیگه. لیتس گو. لایک هم بزنین. خب بچه‌ها اومدیم توی گیممون. وسایل اول اصلا خود سازه رو شما نشون بدم. این شکلی، یعنی این شکلی که نیست، طرحش شما هر چی دلتون میخواد میتونین طرح بگین بهش. من خودم این شکلی شبیه موشک شده. خب وقتی رد میشین چراغاش روشن میشه. وقتی از بغلش رد میشین یه شب میبینین که الان خاموشه. مثلا دارین اینجا میاین چراغا برای شما روشن میشن. خب حالا بریم اینو آموزش بدیم. خب بریم اینو به شما بگم. اینه وسایلاش که الان من برمیدارم. خب پیام اول شما پله برمیدارید. اینا البته طراحیشه. حالا شما طراحیش میتونید هر چی بدیم. متریال اصلیش فقط اینه که یه اسکالک سنسور بردارین، یه دونه هم چرا اینجوری روشن میشه. یعنی الان اینجا خاموشه، میبینین که ما رد میشیم روشن، یعنی با سر و صدا این روشن میشه. این متریال اصلیش اینه. یعنی خب حالا من خودم یه مدل طراحی به شما نشون بدم، طراحی سمی. یکی تیر زد احساس کردم. اول 4 تا پله این شکلی میذاریم، بعد یه بلاک دلخواه میذاریم، بعد 1 2 3 تا اینجا که این شکل. حالا یه اسکالک سنسور اینجا رو دقت کنین. اینجا حتما باید و یه اسکالک سنسور که از شهر انشنت سیتی به دست میاد، دیپ دارک. خب یه اسکالک سنسور که گذاشتیم، دقیقا روی اسکالک سنسور رو یه ردستون لامپ میذاریم. مهم نیست که معلق باشه یا نه، ولی که میبینیم مثلا معلق. بعد دور و بر اسکالک سنسور هم به همین شکل چراغ میذاریم، این شکل. الان تقریبا سازم آماده است. خب یعنی الان ما اگر بغلش رد بشیم روشن میشه. اما حالا طراحی شما یکم میخوام بیشتر کنم. یه چند تا بلاک اینجوری میبرم، بعدش پله ها رو این شکلی رو به پایین دیگه. من الان نمیدونم چرا واقعا رو به پایین نمیذاره پله ها رو. این خدا خب بله، اینجا رو که اینجوری کردیم دورش هم پله میذاریم. این حالا سلیقه خودمه. بعد این شکلی میشه. حالا یعنی دقیقا روش هم به همون شکلی که برعکس گذاشتیم پله میذاریم، دور و برش هم نمیخواییم. و حتی شما میتونین دوباره اینا ببرین بالا، این همون درست کنین، کل یه برج گنده درست کنین. حالا من اون کارو نمیکنم، وقت میبره. بعد میام من یکی در میون اینجوری بلاک میذارم، بعد وال بر میدارم اینجا رو این شکلی وال میذارم. بعد خیلی چیز شد، یکم یه جوری شد. بعد ما به ردستون هم نیاز داریم. ردستون الان شما دیدید، چون ردستون رو چرا توی وسایل نذاشتم؟ چون که ردستون اختیاریه دیگه الان، چون فرم کامله، یعنی دستگاه کامله. حالا برای بسیار قشنگیش شما میتونین کار چرت و پرت زیاد انجام بدین. مثلا شما یه بلاک بیاین پایین، اینجا ردستون بذارین، بعد اینجا رو این شکلی اینجوری کنین و هر طرف رو برنمیشید. هر طرف رو اینجوری بلاک بزنین روشون ردستون.
بعد اینجا رو این شکلی هر طرف رو لامپ میذاریم و این اختیاریه دیگه. اینجا هم که گذاشتیم یه نمیمونه اینجا. بعد حالا شاید شما میتونید اینجا هم بکنید که اینجا هم لامپ بزنید. این شکلی میشه. برای اینکه الان خودش خیلی قشنگ شده، اینجا یه جوری سمی شده. شما مثلا میتونید اینجا این شکلی ببندید. این بارون کرده خدا. اینجا رو سفید، اینجا رو سیاه. اینجا رو حالا اختیاری من میگم، بازم دارم طراحی خودم رو نشون میدم. شاید حالا شما خواستید از طراحی به درد نخوره من استفاده کنید. من فکر کنم هر 4 طرف هر بل انتا اون وجهه یکم قشنگ‌تر شد. ما حالا این هوا رو درست میکنیم. اول تایم رو شب میکنیم. تایم الان شب شد. بعد هوا رو هم یکم تمیز میکنیم. خب این کریپر رو بکشم. کریپر چون هر مابی رد بشه بازم این چراغ روشن میشه. خب ما از اینجا داریم رد میشیم میریم وارد شهر بشیم. این چراغ برامون رو نشون میده. میریم چراغ بعدی. چراغ بعدی هم میبینیم که روشن میشه برای ما. خیلی چیز جالبیه. نکنید من دوباره عمل کرده شو بشیم شما نشون بدم. موقع رد شدن چراغ روشن میشه یهو که خیلی سازه جالبیه. یکم روشن میشه بعد خاموش میشه. چراغ سنسور داره. بله چراغ اتوماتیک، نیم اتوماتیک، اصلا اتوماتیک که واقعا اتوماتیکه. من اسمش میذارم چراغ اتوماتیک. شاید هم چراغ حسگردار، چراغ سنسوری، نمیدونم. حتی شما میتونید اینجا هم بذارین سکون بشه. ولی من نمیذارم. حالت قبلی خوبه. و این هم بود از سازمون. خب آقا اینم بود از سازمون. خیلی باحال بود سازمون. من واقعا خوشم اومد. مثلا اینجوری که شما میتونید از ورودی شهر بذارین. مثلا چطوری دارین وارد ویلیج میشین، خب اینجوری دونه دونه یکی در میون بذارین. اون راه برای شما نشون بده برای مهمان ها و خیلی چیز جالبیه به نظر من. حتما بسازین توی سروایوتون یا کریتیوتون و همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ببخشید چند وقت بود ویدیو نذاشتم. چند وقتی بودم 2 روز بود ویدیو نذاشتم و خیلی واسه من بده که شما، من نمیدونم چرا بعضی موقع هیت میدین آدما. مهم نیست، البته مهم نیست برای من. حداقل سابسکرایبام یکم بیشتر شده. خیلی از این بابت خوشحالم. 22 تا سابسکرایب فکر کنم دارم. حالا شاید بیشترم بشه. و همین دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب رو بزن. تا ویدیو دیگه. خدا نگهدارتان. به امید دیدارتان. برید.